اشکالی نداره. آدم کاملی نیستی، اشکالی نداره. ضعف داری، اشکالی نداره. عزیزم، پسرم، قربونت برم، دوستت دارم، عاشقتم، اشکال نداره، خودتو ناراحت نکن. آدمی دی، اشکال نداره که، هیچ اشکالی نداره که تو آدم کاملی نیستی. چون اگر انسان کاملی بودی در جهان فیزیکی پیدات نمیشد. کسایی میان اینجا که باید درس‌هایی بگیرن که کامل بشن برن. انسان کامل رو زمین نمیاد که. طبیعیه، همه همینن. هر که آمد به جهان نقش خرابی دارد. در خرابات مپرسند که هوشیار کجاست. کی واقعا هوشیاره، به بیداری کامل درونی رسیده؟ کی روحش، کی شخصیت کامله؟ هیچ کس. اگه بود نمی اومد اینجا، رو زمین نمی اومد اینجا. اگه کسی الان اومده اینجا، یعنی اینجا لازمه بیاد اینجا از این رنج‌های زمینی بکشه. ولی نمی اومد اینجا.